بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی المهدی. سلام یادگار خدا بر زمین. سلام دلیل سکوت سحر و رمز نیایش های شبانه. سلام بر تو که واژه هایم در وصفت می شکنند و خرد می شوند. سحر ره کوتاه می کند و آدمی را در آغوش خدا جای می دهد. سحر که می شود دلم به روشنایی هستی گرم تو می گردد. پرده های شب که کنار می رود گویی فراقی نیست و جدایی معنایی ندارد. اندک عبادتم به بلندای نیایش هایت گره می خورد و به گستره هستی وسعت می گیرد. گویی خدا صدای دلم را با اعتبار تسبیح تو جور دیگری می شنود. پدر، فرشتگان بر دامان شب بوسه میزنند و بالهای رهایی میگشایند. سحر که میشود کائنات در امتداد سجاده ای که به سوی خدا پهن میکنی نجوا میکنند و در حریر قبله ای که ایستاده ای نماز میخوانند. در اعماق شب نیایش هایت چنان نغمه سرایی میکند و بر دل شب جاری میشود که سحر تسلیم عبادت میگردد و محکوم بر سکوت. مولای من، شب هنوز هم حیران است از سجده هایت. ظلمت را پس میزند و از نمازت نور میچیند. آری سکوت سحر بلند ترین آوای بنده